اما چی میشه که رابطه امیرعبداللهیان با سپاه، خصوصا حاج قاسم سلیمانی تقویت میشه؟ این ماجرا رفقا برمیگرده به زمانی که آقای امیرعبداللهیان معاون سفیر بوده در وزارت امور خارجه. خب تو عراق بوده دیگه، معاون سفیر ایران توی عراق بوده. اون موقع خب عراق همیشه یکی از جاهایی هستش که سپاه قدس روش نظر داشته. ایران سعی میکرده تا مقداری از نفوذ خودش رو در اونجا داشته باشه، به ویژه که یک دشمنی به اسم صدام وجود داشته و ایران هم سعی میکرده با شیعیان عراق رابطه برقرار بکنه. خب یک اتفاق خیلی مهم میفته در سال 1381، در اواخر سال 1381. اتفاق چیه؟ حمله آمریکا به عراق. وقتی آمریکایی‌ها در اسفند سال 81 به عراق حمله میکنن، قبلش هماهنگی‌های رو هم با ایرانی‌ها انجام داده بودند. خب مسئول این هماهنگی هم جالبه بدونید که آقای ظریف بوده، کسی که از سمت ایران با آمریکایی‌ها تو این مذاکرات گفتگو می‌کرد. تو سال 82 آمریکایی‌ها حمله میکنن به عراق و بعدش ایران رو به عنوان محور شرارت نامگذاری میکنن. اسنادی که بعدها به دست ایرانی ها میرسه و بعدها هم ویکیلیکس اون رو منتشر میکنه، اسنادی بوده که رامسفلد به وسلی کلارک، وزیر دفاع آمریکا، به وسلی کلارک داده بوده. این اسناد چی بوده؟ که آمریکایی ها اومدن عراق و افغانستان رو بگیرن، بعد حمله بکنن به چند کشور دیگه، اونا رو کلنگی بکنن، مثل سوریه، مثل سودان، مثل لیبی، و در آخر به عنوان لقمه آخر حمله بکنن به ایران. خب تو سال 82 ایرانی ها این موضوع رو میفهمن. اتفاقی که میفته یک نفر باید در امور ویژه عراق در وزارت امور خارجه منصوب میشده که یک رابطه رو هم با سپاه قدس میداشته برای یک مأموریت خاص، برای هماهنگی‌های لازم و اینکه ایران بتونه اونقدر فضا رو برای آمریکایی‌ها تو عراق جمع بکنه و اونقدر اونها رو تو باطلاق عراق گیر بندازه تا آمریکایی‌ها فرصت نکنن از باطلاق عراق سرشون رو بیارن بالا و بعد دنبال حمله به ایران بشن. چه نفری انتخاب میشه؟ آقای امیرعبداللهیان دستیار ویژه وزیر خارجه ما در امور عراق میشه و با هماهنگی‌های گسترده‌ای که با سپاه انجام میده، ایران در نهایت به این هدف خودش میرسه و اجازه نمیده که آمریکایی‌ها به هدف خودشون در عراق برسن. یعنی عراق رو به راحتی ازش بیان بیرون، به راحتی برش تسلط پیدا بکنن، برن سراغ لیبی، بعد برن سراغ سوریه و در آخر بیان سراغ ایران. آمریکایی‌ها تو باطلاق عراق گیر کردن، درسته، سراغ لیبی رفتن، بعدها تو بحران سوریه سراغ سوریه رفتن، اما هیچگاه فرصت نکردن تا سراغ ایران بیاد. یکی از دلایلش عملکرد خوب امیرعبداللهیان و همکاری آقای امیرعبداللهیان با سپاه پاسداران بوده، با حاج قاسم سلیمانی بوده. یک گزارش دیگه هم هست که خبرگزاری ایسنا نوشته، تو این خبر خیلی فوق‌العاده است، پیشنهاد میکنم که بخونیدش. نوشته که عنوان این گزارش اینه: شهید حسین امیرعبداللهیان بازوی دیپلماتیک جبهه مقاومت. من کاری به جزئیات این گزارش ندارم، اما یه جاش برام خیلی جالب بود، بذارید من بیارمش. اینجا که میگه که مهمترین اقدامات دیپلماتیک شهید حسین امیرعبداللهیان در تصدی وزارت امور خارجه کشورمون نام میبره. من این اقدامات رو برای شما میخونم و بعد در موردش صحبت میکنیم دیگه. توافق ایران با عربستان، با میانجیگری چین. بذارید این اقدامات رو با دوران 8 سال وزارت امور خارجه روحانی مقایسش بکنیم. خب ما در دوران وزارت امور خارجه، زمانی که امیرعبداللهیان وزیر بود، ما رابطمون رو با عربستان بهبود دادیم. این قطعا به نفع ما، چون عربستان یک پولی داره، یک اقتصادی داره، یک ظرفیتی داره، از اون استفاده میکنه علیه ایران. یادتونه تو دوران فشار حداکثری ترامپ ما فروش نفتمون حتی به زیر 300,000 بشکه رسیده بود. خب کی می اومد این خلأ نفت ایران رو در بازار جهانی جبران میکرد؟ عربستان. به خاطر دشمنی که به ایران داشت. بگیم که خب دشمنی ایران با عربستان از زمانی شروع شد که ما از سفارت عربستان رفتیم بالا. نه، دشمنی ایران با عربستان از زمانی شروع شد که محمد بن سلمان ایران رو محور شرارت در ذهن خودش نامید و گفتش که ما سر ما رو در ایران قطع میکنیم. تهدید ضمنی کرد ایران رو به حمله نظامی. منتها اون تو یمن زائید و عربستان دنبال این بود که فکر می‌کرد یمن رو چند روزه میگیره، بعدش میاد سراغ ایران. 8 سال تو یمن گیر. بحران اصلی روابط ایران و عربستان از اونجا شروع شد که اگه وزارت امور خارجه ظریف تنها تمرکزش روی برجام نبود و دشمنان خودش رو فقط دشمنان برجام تصور نمی‌کرد. خب یکی از دشمنان برجام هم عربستان سعودی بود.
و سعی می‌کرد یک دیپلماسی خوبی رو در سطح منطقه انجام بده، میتونست روابط ما رو با عربستان بهبود ببخشه. از زمانی که سفارت عربستان گرفته شد یا اشتباه، این کار واقعا خریت بود، حتی خود سعید جلیلی هم گفته بود که این کار غلطه، به اشتباه رفتن و توی سفارت عربستان 1394-95 بود. خب 5-6 سال وزارت امور خارجه ما وقت داشت، چرا هیچ کاری انجام نداده بود در دوران ظریف برای اینکه رابطه ایران با عربستان بهبود پیدا بکنه و عربستان از ظرفیت خودش علیه ایران استفاده نکنه؟ در حالی که وقتی که امیر عبداللهیان اومد و این رابطه ایران و عربستان رو بهبود بخشید، ما به دو تا هدفمون رسیدیم. یک، تثبیت انصارالله یمن در یمن به عنوان گروهی که میتونه تنگه باب المندب رو کنترل بکنه. این یک نکته، یک پیام بسیار بسیار مهم برای ایرانه و دستاورد بسیار مهمی برای ایران محسوب میشه. دو، اینکه ایران وقتی روابط خودش رو با عربستان بهبود بخشید، ما به موازاتش دیدیم که فروش نفت ایران هم در بازارهای جهانی بیشتر شد. چرا؟ چون وقتی که عربستان یک کمی رابطش رو با ایران بهبود بده، درسته ما با عربستان رقابت داریم، هیچگاه متحد استراتژیک نبودیم، اما اون دشمنیمون توی یک سطوح دیگه تعریف شد، تبدیل شد از دشمنی ما تبدیل شدیم به یک رقابت کننده. این باعث شد که عربستان هم کمی متعادل‌تر رفتار بکنه و ظرفیت تولید نفت خودش رو کاهش بده، فضای بازارهای جهانی برای فروش نفت ایران بیشتر شد. مورد بعدی در رابطه با توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در دوران آقای عبداللهیان صورت گرفته. 3، امضای 20 سند همکاری در ادامه قرارداد 25 ساله ایران چین در سفر رئیسی به چین که یکی از دستاورداش فروش بیشتر نفت ایران به چین بود. ما در دوران تصدی آقای ظریف در وزارت امور خارجه حدود 1.5 سال سفیر نداشتیم تو چین، تو دومین اقتصاد جهان که الان واقعا آمریکا رو داره پشت سر میذاره. ما سفیر نداشتیم تو چین، ما 1/3 اقتصادمون به چین گره خورده، 1/3، حدود 30% اقتصاد ما به چین گره خورده. ما سفیر نداشتیم تو چین. و در دوران آقای عبداللهیان چقدر سطح رابطه ایران با چین بیشتر شد. الان کشورها بدو دارن زنبیلشون رو میذارن پشت در چین برای اینکه چین کمربند جاده، اون وان بلت وان رود، اون پروژه جاده ابریشم ما کشورشون عبور بده. ایران با این ژئوپلیتیک فوق‌العاده، با این جغرافیای فوق‌العادهش حذف میشد از کریدور جاده ابریشم، به خاطر اینکه ما سفیر نداشتیم تو چین. ما ابتداییات رو نمیتونستیم با چین رعایت بکنیم. در دوران فشار حداکثری ترامپ برای اینکه حسن نیت خودمون رو به طرف آمریکایی و اروپایی نشون بدیم، ما سفیر معرفی نکرده بودیم. مسئله بعدی، ولی تو دوران وزارت خارجه امیر عبداللهیان سطح تجارت با چین بسیار بیشتر شد. بعد از طوفان الاقصی چند هفته گذشته بود، ایران یک قراردادی رو با چین و ترکیه امضا کرد که کریدور عبوری جاده ابریشم از ایران و ترکیه عبور بکنه. ایران خودش رو در مسیر کریدور جاده ابریشم قرار داد و این میتونه در آینده واقعا ثمره‌های زیادی رو برای اقتصاد ایران و سیاست خارجی ایران و جایگاه ایران داشته باشه. مورد 4، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. ببین دو تا کشور می‌خواستن تو این اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشن. اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو براتون توضیح بدم. روسیه هستش و کشورهای حوزه آسیای میانه. چند تا از کشورهای حوزه آسیای میانه تو این اتحادیه تجاری وجود دارن و اتحادیه تجاری به گونه‌ای هستش که کشورها با هم مراودات تجاری رو انجام میدن بدون اینکه بخوان حق گمرکی از هم بگیرن، بدون اینکه بخوان روی محصولاتشون مالیات بزنن. و این باعث میشه که این کشورها سطح مبادلات تجاریشون با هم افزایش پیدا بکنه و تولید در داخلشون رونق بگیره. سطح مبادلات تجاری وقتی بیشتر بشه، صادرات بیشتر میشه، وقتی صادرات بیشتر بشه، تولید در داخلشون هم رونق میگیره. چین میخواست به این اتحادیه بپیونده، ترکیه هم میخواست بپیونده، ایران هم پیشنهادش داده بود. ایران تو جنگ با اوکراین، تو جنگ روسیه با اوکراین کمک پهپادی به روسیه کرد و نتیجهش این شد که رفتیم تو این اتحادیه اقتصادی اوراسیا. ترکیه نیامد، چین علیرغم روابط فوق‌العاده‌ای که با روسیه داره، روسیه اون رو راه نداد و ایران رو راه داد. این یک نکته بسیار بسیار مهمیه. اونم تو دورانی که ما تحریمی، بعد بدونید ما چه شرایطی رفتیم تو این اتحادیه اقتصادی اوراسیا. 5، امضای سند همکاری 20 ساله بین ایران و ونزوئلا. ما اصلا ول کرده بودیم در دوران حسن روحانی ونزوئلا رو، اصلا ولش کرده بودیم، اصلا کاری نداشتیم. اصلا اهمیت ونزوئلا رو ما درک نمی‌کردیم، نمی‌فهمیدیم که ونزوئلا چقدر اهمیت داره به عنوان کشوری که بیشترین نفت موجود در جهان رو داره و ما ولش کرده بودیم. رفتیم
سند همکاری 20 ساله با ونزوئلا امضا کردیم، پالایشگاه فراسرزمینی زدیم و یه قراردادی رو هم با ونزوئلایی‌ها امضا کردیم که ونزوئلایی‌ها چند صد هزار هکتار، اگه اشتباه نکنم دقیقاً 20,000 هکتار، اشتباه گفتم چند صد هزار هکتار، 20,000 هکتار از اون زمین‌های کشاورزی ناب خودشون رو در اختیار ایران قرار بدن تا ایران بتونه کشت فراسرزمینی انجام بده. ششم، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای بود که یک پیمان امنیتی و فوق‌العاده هستش. در رابطه صحبت کردم تو کانالم دیگه، خیلی نمیخوام صحبت بکنم. 7، تفاهم‌نامه همکاری فرهنگی اجتماعی بین ایران، عراق، یمن، فلسطین، سوریه، لبنان که پیوند ایران رو با کشورهای حوزه محور مقاومت افزایش میده. 8، امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان. قبل از این ترکمنستان میخواست گاز خودش رو از ایران دور بزنه و به آذربایجان برسونه. از طریق کریدور ترانسکاسپیان ایران وارد شد، گفتش آقا میخوای گازو ببری، آقا گاز رو بیا از من بگیر ببر. این باعث میشه که اتفاقا نیازمندی آذربایجان به ایران بیشتر بشه. وقتی گازی که آذربایجان نیاز داره از ترکمنستان از مسیر ایران عبور بکنه و به آذربایجان بره، اتفاقا نیاز آذربایجان به ایران بیشتر میشه و این یکی از گام‌هایی هستش که ما میتونیم آذربایجان رو از اسرائیل و ترکیه دورتر کنیم. البته میزان این اقدامات خیلی باید بیشتر باشه تا آذربایجان از اسرائیل و ترکیه دورتر بشه. مسئله نهم، امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های سیاسی اقتصادی با سوریه در سفر وزیر خارجه ایران به دمشق. سوریه‌ای که ما در دوران وزارت امور خارجه ظریف فراموشش کرده بودیم. بشار اسد اومده بود تو ایران به عنوان یک نماد محسوب میشد، کسی که ما بشار اسدی بود که ما تونستیم از دل کفدارهای داعشی، از دل آمریکا، از دل عربستان سعودی، از دل امارات و قطر و این اسرائیل بکشیمش بیرون و اون حفظش بکنیم. این نماد پیروزی برای ما بود. اون شبش ظریف میاد میگه که آقا من قهرم میخوام استعفا بدم، اعلام میکنه که میخواد استعفا بده و اون بمب خبری اومدن بشار اسد به ایران رو تحت شعاع قرار داد. در دوران امیر عبداللهیان ما سطح همکاریمون افزایش دادیم با سوریه. موضوع بعدی در رابطه با امضای 14 تفاهم‌نامه با قطر در سفر رئیسی به 2 جهت سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه زیرساخت‌ها هستش. امضای 20 توافقنامه سند همکاری بین ایران و کشورهای غرب آفریقا. مثلا آفریقا رو ول کرده بودیم، رفتیم ما نیجریه توافق کردیم که ما با نیجریه ما تولید دانش انتقال بدیم، تولید دانش خودمون رو منتقل بکنیم به نیجریه و حتی پالایشگاه فراسرزمینی هم داشته باشیم در نیجریه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت ایران، یعنی توانمندی ایران. ادامهش رو بشنویم. امضای سند تفاهم همکاری‌های اقتصادی گمرکی بین ایران و تایلند. امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی ایران و عراق. امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های حمل و نقل هوایی بین ایران و امارات. امضای 8 سند و یادداشت تفاهم همکاری با ترکیه در سفر اردوغان به ایران که باعث شد به جای اینکه ترکیه ها روی کریدور لاجورد تمرکز بکنن، کریدوری که اونها طرحش داشتن، کریدوری که از پاکستان می اومد میرفت به کشورهای آسیای میانه، قصدش دور زدن ایران بود، اتصال پاکستان و کشورهای آسیای میانه به ترکیه به واسطه دور زدن ایران بود. اما چه اتفاقی افتاد؟ ما تو این تفاهم‌نامه همکاری سطح تجارت خودمون رو با ترکیه افزایش دادیم، میزان همکاری و همگرایی خودمون رو با ترکیه بیشتر کردیم. نتیجهش این شد که ما یک قرارداد بسیار مهم رو با ترکیه امضا کردیم. به جای کریدور لاجورد، ترکیه میخواد پاکستان ارتباط داشته باشه، میتونه متصل بشه با کریدور ایران و این یک نکته بسیار مهمی بود که تو این توافق همکاری ایران و ترکیه اتفاق افتاد. با همکاری پاکستان بعدی رو بخونم، 4 سند همکاری اقتصادی سیاسی بین ایران و روسیه. ببین وقتی که روسیه حمله کرد به اوکراین، ما 2 تا شیوه رو میتونستیم پیش بگیریم. اولا که روسیه همسایه ماست، ما به عنوان یک قدرت هسته‌ای که همسایه ماست ما نمیتونیم روسیه رو دست کم بگیریم. تو جنگ‌هایی هم که با روس‌ها داشتیم شکست خوردیم از روس‌ها. این نشون میده که تو سالهای دور و تو دوران قاجاریه، تو دوران پهلوی، این نشون میده که ما از نظر نظامی اگه بخوایم وارد تنش با روسیه بشیم و همون مواضعی رو بگیریم که اتحادیه اروپا گرفته، آمریکا گرفته، ما فرسوده میشیم در برابر روسیه. چیکار بکنیم؟ روسیه داره در برابر دشمن درجه یک ما، یعنی ناتو، تو اوکراین می‌جنگه.
ما بریم روسیه رو کمکش بکنیم، روسیه جلو افتاده، به جای اینکه ما بزنیم ما هزینه بدیم روسیه هزینه بده، پهپادمون هم داریم بهش میفروشیم، این باعث میشه که روسیه به ما وابسته تر بشه. در این حال سطح همکاری خودمون رو با روسیه بیشتر میکنیم، باش میبندیم که کریدور شمال به جنوب از ایران عبور بکنه، دلار زدایی میکنیم در روابطمون، کار میکنیم که روسیه ما رو به تجارت آزاد اوراسیا راه بده و و و و و و اتفاقا ما تصمیم دومو گرفتیم. اگه دوران ظریف بود احتمالاً مثلا همون کاری که با چین کردیم، 1.5 سال سفیر معرفی نکرده بودیم چین، وای میسادیم جلو روسیه و هی دشمن تراشی برای خودمون میکردیم. ادامش رو بشنویم. امضای سند همکاری امنیتی با عراق، سندی که ما امضا کردیم و با دستور این شدش که ارتش عراق بیاد مرز ایران و عراق رو کنترل بکنه و تروریست‌های تجزیه طلب کنترل شدن. این باعث شد که بارزانی‌ها زیر ضرب و فشار برن. چند هفته قبل بارزانی بود اومد ایران و جلوی آقای خامنه‌ای عرض ادب کرد. دلیلش همین موضوع بود. امضای سند همکاری ایران و کوبا، اینم نکته مهمی بود. کوبایی که کشوری هستش که از نظر علمی و در حوزه پزشکی واقعا توانایی زیادی داره. همکاری پزشکی ایران و کوبا به عنوان کشوری که کشورهای اروپایی از کوبایی‌ها کمک می‌خواستن در حوزه‌های مختلف در دورانی که کرونا اومده بود در حوزه پزشکی واقعا مهمه. 19 امضای سند همکاری سیاسی اقتصادی ایران و مجارستان. 20 امضای 17 سند همکاری و یک بیانیه مشترک ایران و ازبکستان. بذار من 21 خودم اضافه بکنم. ایران و تاجیکستان که در دوران حسن روحانی حسن به نوعی ایران قطع روابط کرد با تاجیکستان، رفت اونجا کارخانه پهپادسازی زد و ایران با کشورهای حوزه آسیای میانه سطح تجارت خودش رو به شدت افزایش داد، جایی که اتحادیه اروپا به شدت روش زومه. آسیای میانه چرا؟ چون کریدوری که میخواد از چین عبور بکنه، اتحادیه اروپا دنبال اینه که این کریدور از ایران عبور نکنه، از داخل کشور آسیای میانه بیاد و از خزر، از دریای کاسپین ایران عبور بکنه، از شمال ایران عبور بکنه، از خود ایران عبور نکنه. ایران سطح همکاریشو با کشورهای آسیای میانه افزایش داده، چون این کشورها یک مشکل بنیادین دارن. کشورها در خشکی محصورن، برای اینکه متصل بشن با آبهای آزاد نیاز به ایران دارن و برای اینکه راحت‌تر بتونن با آبهای آزاد متصل بشن، پس بعد کریدوری که از سمت چین میاد و کشور آسیای میانه رو میخواد متصل بکنه به کشورهای اروپایی، اینها باید کریدورشون از ایران عبور بدن، یعنی کشور آسیای میانه متصل بشن به ایران، از طریق ایران متصل بشن به آبهای آزاد، یا کریدورشون متصل بکنن به ایران و از طریق ایران ما کریدورمون رو متصل بکنیم یا به ترکیه یا به عراق و سوریه و از اون سمت به سمت اروپا. پس اتصال کشورهای آسیای میانه به ایران کاری بودش که آقای امیرعبداللهیان سعی کرد با افزایش همکاری‌های نظامی اقتصادی با این کشورها ما انجام بدیم. 21 امضای 9 یادداشت تفاهم و سند همکاری بین ایران و قزاقستان که همون در چارچوب همون پروژه افزایش رابطه با کشورهای آسیای میانه هستش. 22 امضای تفاهم نامه همکاری اقتصادی و نفتی ایران با ونزوئلا. بذار من چند تا دیگه هم اضافه بکنم. اینکه هندی‌ها میان تو چابهار ما سرمایه‌گذاری میکنن، کریدور شمال و جنوب بین ایران، روسیه و هند. ایران رفته تو بریکس. من یک برنامه در رابطه با اهمیت بریکس ساختم، نمیخوام دیگه خیلی بیشتر از این در رابطه‌اش صحبت بکنم. برید اون برنامه من رو ببینید. امیدوارم که از این تحلیل خوشتون اومده باشه. خیلی ها میگن که امیرعبداللهیان زبان دنیا یعنی زبان انگلیسی رو بلد نیست. فکر میکنم اینهایی که این حرف رو میزنن از این منظر دارن حرف میزنن، از منظر برده‌هایی دارن نسبت به اربابان سفید پوست خودشون صحبت میکنن که فکر میکنن کسی که انگلیسی بلد نباشه عقب مونده است. دوره دوستان رفقایی که شما زبان انگلیسی رو زبان برتر میدونید، زبان ارواحوان رو زبان برتر میدونید، زبان این سفید پوستای جهان اولی رو زبان برتر میدونید، دوره امپراتوری اینها گذشت. دوره‌ای در جهان آغاز میشه که ما داریم میریم به سمت یک نظم چند قطبی. درسته آقای امیرعبداللهیان خیلی خوب بلد نبود انگلیسی صحبت بکنه، اما چیزی که خیلی وارد بود بلد بودش که روابط ما رو با کشورهای همسایه‌مون که از دست رفته بود رو احیا بکنه، روابط ما رو به گونه‌ای با کشورهای منطقه بهبود ببخشه که در دوران ظریف که فشار حداکثری روی ایران بود داشت یک پیمان نانوشته امنیتی تو منطقه علیه ایران شکل می‌گرفت، یک پیمانی با محوریت اسرائیل و در کنارش داشت پیمان صلح ابراهیم، صلح
بحرین با اسرائیل، صلح امارات با اسرائیل داشت نمود پیدا میکرد. به خاطر این موضوع اینها داشت اتفاق میافتاد که ما خیلی خوب عمل نکرده بودیم در سیاست خارجی. اما اتفاقی که با حضور امیرعبداللهیان در وزارت امور خارجه ما افتاد این بود که ما سطح روابط رو با کشورهای منطقه و همسایه‌مون بیشتر کردیم، بازی رو به نفع خودمون برگردوندیم و امروز اسرائیل هستش که تحت انزوا قرار داره، نه ایران. یک اتحاد نانوشته‌ای بین کشورهای منطقه علیه اسرائیل به وجود اومده. رفتیم رابطه ایران با الجزایر رو بهبود بخشیدیم، رفتیم رابطه ایران با دیگر کشورهای منطقه رو بهبود بخشیدیم تا اجازه ندیم اسرائیل بتونه یک رابطه ضد ایرانی رو، یک اتحاد امنیتی ضد ایرانی رو در منطقه شکل بده و ما این پروژه آمریکای اسرائیلی رو شکست دادیم. امیدوارم که رفقا از این تحلیل خوشتون اومده باشه یا